بسیاری آقا فلانجا برق نیست، فلانجا آب نیست، فلانجا راه نیست. نماینده اونه که راه پیگیری بکنه، آب پیگیری، در حالی که اینا از کارهای اصلا مجلس نیست، از کار نماینده نیست. نماینده باید پیگیری بکنه که حقوق مردم، نظارت بکنه بر سیاستهای داخلی، سیاستهای خارجی. نماینده رسیدگی بکنه، نظارت بکنه که آیا عدالت توی کشور اجرا میشه یا نه، قانون اجرا میشه. در روند عمل کرد و در روند سیاستهای داخلی و خارجی نماینده صاحب نظر. نماینده یک فرد معمولی نیست، یک کشاورز، یک دامدار نمیتونه نماینده باشه. نماینده باید آدم فرهیخته و رجال باشه. اشتباه این مسئله که ما فکر کنیم که ما با یک تفکر میتونیم مملکت اداره کنیم، با یک تفکر میتونیم مجلس اداره بکنیم. اشتباه بزرگ سیاسی است. این محل مجلس محل تفکرات گوناگون است. همین اندازه طیف که در کشوره، همین اندازه قومیت که در کشوره، همین اندازه اندیشه که در کشوره، باید در مجلس نمایندگان اینها باشد. نماینده نباید به این طور گزینش بشه که ما گزینش میکنه. نماینده باید یک آدم مستقل باشه، نماینده آزاد باشه. اگر نماینده مستقل نباشه، نماینده هیچ درد نمیخوره. الان این همه مشکلات در مملکت ما، چرا صدای مجلس بلند نمیشه؟ چرا صدای نمایندگان بلند نمیشه؟ این همه اعدام های بی رویه وضعیت که برای کشور ضرره، برای حاکمیت ضرره، برای ملت ضرره، ما برای همه ضرره. این همه عدالت که بالاخره تبعیض و نابرابری توی کشور بوده، چرا این صداها از خانه ملت بلند نمیشه؟ این خانه ملتی اگر بالاخره این نباشه، نماینده استقلال نباشه، نماینده آزادی داشته نباشه، نماینده وابسته باشه، و همون فلسفه که در نمایندگی هست، همون فلسفه از دست میره و خانه ملت که نمیشه. برق وظیفه دولت، راه دولت، جاده دولت، این همه کاری وزرا برای چه؟ حالا یک جای نماینده پیگیری بکنه خوب هست، مردم نمیتونم برسم به وزیر، نامه بده، سفارش بکنه، ولی کار نماینده این نیست. کار نماینده اینه که نظارت کنه بر همه سیاست های داخلی و خارجی. این همه اقتصاد و مشکلات افتاده است و مردم آرامش خود را از دست دادند، راحت از ملک رفته است. هر روز سر صدای اصناف معلمان فریاد میزنند که سفره ندارند و بعض نشستگانند فریاد میکنند، کارگرانند، کارمندانند، عموم مردم، و هیچ صدای مؤثری از مجلس بلند نمیشه. نماینده برای همینه نمایندگان باید بازداشتگاه ها را بازدید کنند که در بازداشتگاه ها چه میگذرد.
آیا توی بازداشتگاه قانون اجرا میشه؟ قانون که شکنجه را، قانون که اقرار اجباری را ممنوع قرار داده، نماینده نظارت کنه که اینجا قانون اجرا میشه یا نه اینجا ادعای آنچه که دلشون میخواهند. ای دختران که به زندانی رفتند، این زنان که رفتند، اینم خواهر و مادر امی ملت، اینها ابروی همه ما هستند، ابروی ملتن، حیثیت ملت ما زنانن. آیا اینجا حرمتشون تو بازداشتگاه حفظ میشه؟ آیا علما که میروند، علما میرند، آیا اینها حیثیت ملت، آیا اینا اونجا آبروشون حفظه، حیثیتشون حفظه؟ دیگه افراد جوانان ما که میرن اکثر مختلف گرفتار زندان میشن، دانشگاهیان، دانشجویان، قانون اجرا میشه یا نه اینجا بلخ سلیقه اجرایه؟ و این اگر نماینده نتوانه این مسائل نظارت بکنه، به نظر من نماینده چه کار میکنه توی مجلس؟ نماینده به این مسئله برق بگذارم، ما برق داشته نباشیم، آب داشته نباشیم، راه داشته نباشیم، حیثیت مهمه، مجد مهمه، شرف مهمه. آیا به شرف این ملت، آیا این ملت که اعتراض کردند نمایندگان نظارت کنند که اعتراض اینها اعتراض سالم در قانون اساسی آمده، اعتراض مسالمت آمیز قانون گفته حق مردمه. آیا وقتی اینا اعتراض مسالمت آمیز کردن و اینها را زدن، کشتن، بعضی را، بسیاری را کشتن. یک نمونه شمیم بود که اینجا اتبار نماز آمدن، چیزی نبود اینجا، در حد سخن و حرفی بود. آیا این مردم گرفتن چه کار کردن با اینها؟ و آیا این اختصاص هیچ کسی تایید نمی کنه و اختصاص خلاف قانون، خلاف شرع، ولی اعتراض مسالمت آمیز حق مردمه، قانون گفته، یا قانون تغییر بدید و یا اینکه قانون نمایندگان تغییر بدن. اشکال نداره، نمایندگان اگر نمیتونن همین قانون را تغییر بدن، این خواسته ما از نمایندگانه. یا قانون تغییر بدن نمایندگان یا این قانون اجرا کنن. و درسته ما میبگی قانون خیلی ضعف داره، بسیاری مشکلات داره، گرفتاری ما با این قانون بسیاری جا، ما بعضی خیلی چیزای خوب داره، خوبش را باید خوب گفت، ولی خوبش باید اجرا بشه، عملی بشه. اگه اجرا میشد این مشکلات کمتر پیش می آمدن. اگر نمایندگان مجلس مستقل بودن و از طیفه گوناگون بودن و گزینشی نبودن و اگر گزینش سخت ما نمی کردیم و می گذاشتیم که آدمان مستقل شایسته، حالا میگن شایسته سالاری دینی، کدام شایسته سالاری دینی؟ ما که ندیدیم توی کشورین. شما بهترین شایستگان اقوام که اینجا هستن ما میشناسیم، در حد وزیران، شما اونها را ندادید، یک مدیری کلم نگذاشتید. شایسته سالاری دینی نیست بابا، گزینشیه. شما میگردید دنبال فردی که به شما وفادار باشه و فردی باشه که برای شما کار کنه، نتیجه شمیده. فرد مستقل، شایسته، فردی که لائق باشه، اهل باشه. شما اهل کار را، نمایندگی را به اهلش بدید. وزارت را، وزیر کسی باشه که اهل، مدیری کل کسی باشه که اهل. شما کار را به اهلش بدید، ببینید که چه تحول به وجود می آید.
ولی وقتی کار که به آلش نباشه همینه.